عادل فقط یک گزارشگر نبود، یه قصه گو بود. وقتی می نشستی پای گزارشاش حس می کردید داری کنار یه دوست قدیمی فوتبال تماشا میکنی. از صدای هیجان انگیزش تا شوخی ها و مطلق هایی که گاهی تو دل گزارشاش مینداخت باعث میشد هیچ وقت احساس خستگی نکنی. مثلا بازیایی که بارسلونا تو دوران طلایی گواردیولا انجام میداد یا مسابقات حساس رئال مادرید جوری برات تحلیل میکرد که انگار تو خود استادیوم نشستی. یکی از جذابترین لحظه های گزارش‌هاش اون موقعی بود که از یک بازیکن کمتر شناخته شده تعریف میکرد. مثلا وقتی یک مدافع گمنام حرکت بزرگی رو انجام میداد، عادل همونجا داستان اون بازیکن رو تعریف میکرد و انگار برای چند لحظه توی دنیای اون فرو میرفت. مردم عاشق این نگاه ریزبینیش بودن. عادل همیشه یه ارتباط خاصی با بازیکنان و مربیان داشت. یادت وقتی با علی دایی یا افشین قطبی مصاحبه میکرد چطور سوالاتش رو دقیق و چالش برانگیز میپرسید، اما اونقدر مؤدب و حرفه‌ای بود که هیچ کس از دستش ناراحت نمیشد. حتی بازیکنان بزرگی مثل زیدان، رونالدوی برزیلی رو هم توی گزارشش با احترام خاصی یاد میکرد. جالبه بدونی که خودش همیشه گفته طرفدار یک فوتبال زیباست، نه صرفاً یه تیم خاص. یه نکته دیگه که نباید ازش غافل شد روحیه شوخ طبیعی عادل بود. مثلا توی نظرسنجی های 90 وقتی نتایج غیر منتظره میشد یه شوخی میکرد و همه رو میخندون. همین حس شوخ طبیعی باعث شده بود که حتی منتقدانش هم گاهی بهش احترام بذارن. یکی از ویژگی های برجسته عادل دقتش در تحلیل‌های فنی و آمارهای فوتبالی بود. اون از اون دست آدمایی نبود که فقط حس و هیجان فوتبال رو ببینه. عادل میرفت سراغ جزئیات. مثلا وقتی از عمل کرده یه بازیکن حرف میزد نه تنها تعداد گل‌هاش یا پاس‌هاش رو بررسی میکرد، بلکه حتی به نحوه حرکتش توی زمین، دوندگیش و تاثیرگذاریش توی بازی‌های حساس هم اشاره میکرد. همین جزئیات بود که گزارش‌ها و تحلیلاش رو برای طرفداران حرفه‌ای فوتبال ارزشمند میکرد. عادل نه تنها یک عاشق فوتبال بود، بلکه یک فرهنگ دوست واقعی هم بود. برنامه 90 تنها درباره فوتبال نبود، گاهی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم میپرداخت. مثلا وقتی از کمبود امکانات برای فوتبال پایه یا مشکلات مالی تیم‌های شهرستانی حرف میزد، حس می‌کردید داره از دغدغه‌های مردم حرف میزنه. این نگاه انسانی باعث شد مردم از هر قشری دوستش داشته باشن. راستی عادل یه ارتباط خاص با بچه‌های نسل دهه 60 و 70 داشت. برای خیلی‌ها خاطرات فوتبالیشون با صدای عادل زنده میشد. انگار اون صدای پرهیجان یه پل بود بین گذشته و حال، بین بچگی و بزرگسالی. حتی کسایی که خیلی طرفدار فوتبال نبودن بازم وقتی اسم عادل میومد لبخند میزدن. یه چیز جالب دیگه این که عادل همیشه خودش بود. هیچ وقت نقش بازی نمیکرد. حتی توی برنامه‌های زنده اگه اشتباه میکرد با صداقت میگفت اشتباه کردم. این صداقت باعث شد که مردم حس کنن یک آدم واقعی پشت اون صندلی مجریگری نشسته، نه یه آدم ساختگی. عادل توی دوران بازیکنان بزرگی مثل علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا، علی دایی، وحید هاشمیان گزارش میکرد. بازیکنانی که طلایی ترین نسل فوتبال ایران رو ساختن. در سطح جهانی هم دوران عادل مصادف بود با ستاره هایی مثل زیدان، فیگو، دل پیرو، بکام و بعدتر مسی و رونالدو. اون توی گزارشاش از این ستاره ها مثل یک هنرمند یاد میکرد، انگار که هر بازی یک شاهکار نقاشی باشه. شاید برات جالب باشه که عادل فقط توی ایران محبوب نیست. ترجمه ها و سبک کارش رو خیلی ها توی خارج از کشور هم تحسین میکنن. یکی از خبرنگارای خارجی یه بار گفته بود عادل فردوسی پور فوتبال رو برای مردم ایران از یک ورزش ساده به یک فرهنگ تبدیل کرده. حالا وقتی به عادل فکر میکنم یاد آدمی میفتم که توی زندگی دنبال علاقش رفت. حتی وقتی مسیرش پر از سختی بود، عادل فردوسی پور فقط یک اسم نیست، یک الهام بخشه، یه نماد برای اینکه هیچ وقت از رویاهامون دست نکشیم. و در نهایت چیزی که عادل رو برای مردم ایران اینقدر موندگار کرده فقط صدای پرهیجانش یا برنامه‌های حرفه‌ایش نیست، بلکه این که نشون داده باشه با پشت کار و عشق به کاری که انجام میده میشه روی دلهای مردم حک شد.